وای رشید کوره این بدبختی. همه ما آب شدم. چرا؟ تک بدری. یه دقیقه استوب کن. یه دقیقه آقا همزمان خندیدیم. اینو واقعا همزمان خندیدیم. تک بداری. تک بدری مگه داریم؟ اوکی یک من اینو همه آقا دیگه از اینجا بعد بخندم قبوله. دیگه قبول نیست چون واسه میدیم. وای برو رشید خداست. دوست دارم رشید. فرزند داری؟ من 4 تا. چون معلم بودم نصف خونه بیکار. خب این بچه‌ها رو هی زیاد شدن. خودت اگر یه تیم فوتبال داشته باشی چجوری میچینی؟ بازیگر باشه، موزیسین باشه، هر کسی که خودت دلت میخواد. یه نفر اصلا میذارم برای کلی بازی. مهران رجبی. خیلی خوشحال. چه دیس سنگینی. وای حاجی از کجا در میاری حاجی؟ دست نمیدی؟ نه اینجا ایرانه. اینجا باید پا بده. من اصلا کارگرین بودم. بچه ها همه کار میکردن. من میگفتم آفرین. همه قطعه لندونه تو خونگهی بودن اونا. تو فرودگاه یکشون من دیده بگو رشید یه اینجا بینم یه سوال دارم. با میگه اما چرا اینقدر تو قدت کوتاه؟ بابا چی درست کرده؟ گفتم منو که میبینی ها؟ وقتی بابام درستم کرد دست تنها بود ولی شما 2 تا کمکی داشت. وای رشید پشمام چه جمله ای گفت. خیلی خفن.